سلام به همگی، حالتون چطوره دلانگیزا؟ ببینید امروز چه ویدیویی براتون آوردیم. مسخره ترین و عجیب ترین سوتیای سریال پایتخت. یه سوتیای عجیبی دادن که وقتی ببینید کرکوپرتون میریزه و پیش خودتون میگید کارگردان اینجا حتما خوابش برده بوده، چون خیلی‌ها معتقدن سریال پایتخت بیشترین سوتی رو تو تاریخ تلویزیون ایران داشته. ما تو این ویدیو فقط از 2 تا فصلش 20 سوتی فاجعه بار پیدا کردیم. بذارید یه مثال براتون بزنم که دهن تو از تعجب باز بمونه. یادتونه وقتی همشون رفتن ترکیه و سوار بالون شدن؟ بدبخت شدم، بیچاره شدم. مور تو رو زد؟ انگشتر 1700 انگشتر رفت زیر آب. بعد از اینکه از دریا اومدن بیرون، ارسطوی قور میزد و میگفت من ساعتمو انگشترم تو دریا گم کردم. اینا یه عالمه پولش بود و کلا چند قسمت ای داشت اینو میگفت. کلی هم بازی در می آورد. اونجا هم که گفتن این افتادن تو دریا یه عالمه خسارت برامون داشت، باز ارسطو گفت منم ساعتمو انگشترمو گم کردم. باقی چی حالا؟ ساعت من، موبایل من، انگشتر من اینا. ولی اینجا که رسیدن پیش این دختر دایشی، ارسطو هم انگشترش دستشه هم ساعتش. همچین سوتی بزرگی واقعا عجیبه. اونم وقتی که چند قسمت داشتن روی این موضوع مانور میداد. پایتخت از این سوتی‌ها زیاد داره. فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، اگه موضوعی هست که دوست دارین دربارش براتون ویدیو بسازیم، حتما تو کامنت‌ها بهمون بگید. برای حمایت از ما هم این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما باخبر میشه و حتما کانال دانستنی روز رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ اصل مطلب. سوتی بعدی برای اون قسمتیه که نقی از مکه برگشته و هما درگیر غذا درست کردن و که دفعه آب قطع شد. شما آب قطع بشه دیگه نوبره که آقا. اینجا هم فهیمه اعصابش خورد بود، برای همین هما بهش گفت یه آب بزن صورتت که حالت جا بیاد. فهیمه هم راحت شیرو باز کرد و صورتشو شست. اما چند دقیقه بعدش که تو آشپزخونه ارسطو و هما و فهیمه داشتن آب زمزمایی که نقی از مکه آورده بود و بسته‌بندی می‌کردن که بدن مردم، تازه آب اومد. حالا جالب اینجاست که تو اون سری پایتخت دوران کرونا بود. تو این هیروویر کرونا و قرنطینه نقی چطوری تونسته بره مکه؟ تو کل فیلم داشتن میگفتن رعایت کنید کرونا نگیرید. پس این وسط ذی‌حجه کجا اومد؟ اگه یادتون باشه تو همون دوره کرونا هم هما گوینده شبکه خبر شده بود. تو یکی از سکانس‌ها گفت که خبرا تو کیفمه، بعد از نهار برمیگردم میخونم، که همین دیالوگ باعث شد خانم المیرا شریفی که گوینده شبکه خبر صداش در بیاد. ایشون گفت اصلا همچین چیزی امکان نداره، مگه اخبار مملکت اسباب بازی که بذاری تو کیف این ور اون ور ببری. تو همون قسمت یه سوتی دیگه هم دادن. مگه اون موقع کرونا و قرنطینه نبود؟ خود هما تو اخبار اعلام کرد که بدون ماسک و دستکش بیرون نرید و رعایت کنید. بعد تو همون قسمت با نقی رفتن رستوران نشستن غذا خوردن. تازه نه دستکش داشتن نه ماسک. علاوه بر همه اینا مدرسه هم باز بود. ما نمیدونیم این چه مدل کرونا و قرنطینه ایه. این سریال واقعا بین مردم خیلی محبوب و حسابی هم طرفدار داره و تو سریال‌های ایرانی واقعا یکی از بهترین و طنزترین سریال هاست. اما این سوتی‌ها برای همچین سریال خفنی واقعا بده. مثلا تو این سکانس که بهداشت با یه دست نقی رو کشید سمت خودش، فهیمه برای اینکه جو رو عوض کنه یه لیوان دوغ داد به نقی. حالا حتما می‌خواید بگید از دوغ خوردنشون دیگه چرا ایراد میگیری؟ آخه فهیمه دوغ داد دست راست نقی، ولی اینجا تو سکانس بعدی لیوان دوغ دست چپ نقیه. تو فصل دوم فهیمه به نقی میگه این خروس سیاه که برای رحمت رو از خونه بنداز بیرون، وگرنه منم باید مثل زن رحمت تو کوچه دنبال شوهرم باشم. فهیمه این حرفو زد چون که خیلی‌ها میگن خروس سیاه با خودش بدبختی میاره. منم لابد باید بشم این زن رحمت دنبال آقا تو کوچه ها. حالا تو فصل پنجم که رحمت از هفخان رستم رد شد و رفت خواستگاری فهیمه خوشحال شد و گفت خوبه خواستگارم یکیه که هم جوونه هم تا حالا ازدواج نکرده. نه خانم پیره، خیلی هم جوونه، دستش به دهنش میرسه، تالام زن نبرده، به اندازه خودش هم کاسبی داره. شما که خودتون گفتین رحمت زن داره، پس چی شد یه دفعه مجرد شد؟ زن این بنده خدا رو چیکارش کردین؟ از این سوتی‌ها تو پایتخت زیاده. مثلا فصل اول جمیله زنداداش هما بود ولی بعد زنداداش نقی شد. همچین چیزی اصلا امکان نداره. مگه میشه این موضوع رو عوامل نفهمیده باشن؟ سوتی بعدی هم برای اون قسمتیه که چک ارسطو برگشت خورد و افتاد زندان. وقتی ارسطو داشت از زندان میومد بیرون، مأمور زندان مهر آزادی رو زد کف دست ارسطو، ولی وقتی دم در زندان ارسطو دستاشو گرفت بالا، خبری از این مهر آزادی نبود. یا این سکانس که ارسطو با این پسر همدست شده بود و با هم مواد جابجا می‌کردن، پسر داره رو گاز تخم مرغ درست میکنه، اما تو مایتابه‌ای که رو گازه هیچ نیست و خالیه، ولی وقتی پسر مایتابه رو میاره سر سفره توش تخم مرغه. فکر کنم بچهای پشت صحنه به شعبده بازی علاقه دارن، چون یه جایی یه سری چیزا نیست ولی تو سکانس‌های بعدی هست، یا یه جاهایی هست ولی تو سکانس‌های بعدی نیست. این بچه‌ها استعدادهای کشف نشده دارن و باید ازشون حمایت کنیم. سوتی بعدی برای وقتیه که بهبود بعد از چند سال برگشت. اینجا تو فرودگاه بهبود یه دفعه با ارسطو دست به یقه شد و ارسطو رو مثل یک گونی سیب زمینی بلند کرد. اصلا میگه مردم خواستن دخالت نکنن، گفتن دعوای فامیلی به ما چه ربطی داره. ولی امنیت فرودگاه چی میشه این وسط؟ 4 تا دوربین تو اون فرودگاه نیست؟ با یک سکانس قشنگ امنیت فرودگاه رو بردن زیر سوال. جالبتر از همه اینه که ارسطو 5 دقیقه داشت دست
دست و پا میزد ولی خفه نشد. حالا سوتی یکی دوتا نیست اینجا. تو این سکانس چمدونای بهبود دقیقاً زیر دست راستشه، اما تو این یکی سکانس چمدونا خودشون رفتن اونورتر که تو دست و پا نباشه. یعنی چقدر چمدونهای فهمیده ای. این قسمت یه سوتی دیگه هم داشت. اینجا این خانم داره داروهای بهبود رو میده به نقی، اما جالب اینجاست که این شربتی که میبینید شربت اشتها برای کودکانه. پس این یکی رو دیگه خودشون خواستن که سوتی بدن، چون نمیشه همچین سوتی رو بدون اینکه خودت بخوای بدی. سوتی بعدی هم مربوط به بهبود و فهیمه است. اینجا با هم نشستن تو حیاط دارن گل میگن و گل میشنون و چای میخورن. تا اینجا همه چی اوکیه، اما این دوست عزیز و زحمتکش که تو آینه ماشین معلومه داره چیکار میکنه اونجا. خیلی ریلکس هم نشسته رو صندلی داره کارش انجام میده. بله دستش هم درد نکنه. سوتی بعدی یه لیوان چاییه. حتما میگه چه ربطی داره دیگه، الکی داری به همه چیز گیر میدی، ایراد میگیری. مگه لیوان چای سوتیه؟ جونم براتون بگه که بله، وقتی اون لیوان چای رو سقف ماشین باشه سوتی حساب. قشنگ معلومه بین تایم استراحتشون اینجایی که لم داده به ماشینو داشته چای آجیلشو میخورده و یه دفعه ضبطو شروع کرده. این بنده خدا هم هول شده، فراموش کرده چای رو برداره، چون بعد از این سکانس هیچی نیست که به این چای بخواد ربط داشته باشه. واسه همین 100% کار بچهای پشت صحنه است. سوتی بعدی برای ازدواج فهیمه و بهبوده. توی سکانس گفتن که از ازدواج مشترک فهیمه و بهبود 17 سال گذشته. شوهر منه، 17 سال مونس و همدم من بوده. حالا بیاد یه حساب سرانگشتی کنیم این همچین چیزی چجوری امکان داره. بهداشت اوایل سریال اصلا نبوده و فقط میگفتن سربازی. یک همسر و یک فرزندی که الان خدمت مقدس سربازی هستش. حالا اگه بهداشت تو 18 سالگی رفته باشه سربازی، با اون 5 سالی که بهبود مفقود شده بود، بهداشت الان باید 23 سالش باشه. خب اگه بهداشت 23 سالشه، چجوری میشه فهیمه و بهبود 17 سال از ازدواجشون گذشته باشه؟ یعنی 6 سال قبل از ازدواجشون بچه دار شدن؟ چرا وقتی انقدر زوم میکنی رو فیلم همه چی دار و عجیب و غریب میشه؟ اما رسیدیم به سوتیایی که تو این قسمت دروازه‌بانی بهداشت فریبان دادن. این قسمت از ریشه مشکل داره. اول از همه این که چجوری امکان داره وسط فصل و وقتی که مسابقات لیگ داره برگزار میشه، یه تیم از ایران برای اردوی تدارکاتی و بازی دوستانه با یه تیم ترکیه‌ای برن ترکیه. بذارید واضح‌تر بگم، وسط لیگ هیچ تیمی برای بازی دوستانه خارج از ایران نمیره. اگه تیم ملی بازی داشته باشه میرن، ولی نساجی یا بقیه تیم‌ها نمیتونن برن، چون اصلا وسط لیگ بازی دوستانه برگزار نمیشه. حالا از این گذشتیم، اینجا رو ببینید چقدر راحت فیلمبردار خود سریال رو جای فیلمبرداری کنار زمین جا دادن و راحت فیلم گرفتن. یعنی باریکلا دارن واقعا این خلاقیت. حالا ما بگیم این فیلمبرداری کنار زمینه، کدوم فیلمبرداری وسط بازی میاد اینجوری تو 6 قدم از دروازه‌بان فیلم بگیره؟ بازی حتی متوقف شده باشه، فیلمبردار بازم اجازه همچین کاری رو نداره. این فیلمبردار یه بارم فوتبال دیده باشه میدونه نباید این کارو بکنه. فقط تو همین قسمت 100 تا سوتی بود. مثلا تیم نساجی که از اردوی ترکیه برگشت، بلافاصله همون موقع از فرودگاه رفت استادیوم آزادی. دیگه همه کسایی که فوتبال نگاه میکنن میدونن اینجوری نیست. وقتی یک تیم میرسه اول یه خورده استراحت میکنه، بعد از اون یه ساعت تمرین میکنه. اصلا اینجوری نیست که مستقیم راه برن ورزشگاه و بازی بعدی شروع کنن. یه سوتی دیگه هم اینه که اول بازی شماره پیرن بهداشت 1 بود، ولی توی سکانس دیگه شمارهش 88. دلیلش چیه؟ دروازه‌بان اصلی این بازی پرسپولیس و نساجی علیرضا حقیقی که شماره پیرنش 88 ولی شماره پیرن بهداشت 1. اینجا توی سری سکانس‌ها در اصل دروازه‌بان بهداشت نیست و دروازه‌بان اصلی این بازی رو نشون دادن. این یکی رو هم دیگه نخواهید از ما که بپذیریم. هنوز سوتی این قسمت تموم نشده. یادتونه فهیمه لب هما رو ژل زده بود؟ اونم برای همین موقع بود. ببینید اینجا که همشون نشستن دارن فوتبال میبینن، قشنگ معلومه که ژل زده، ولی وقتی میرن فرودگاه هما قیافش به حالت عادی برگشته و انگار نه انگار همچین چیزی بوده. سوتی آخرم مربوط به تیتراژ سریاله. به اون عزیزی که مسئول نوشتن این اسما بوده گفتن که فرمانداری زیر آب حذف بشه. ایشون هم برداشته همینو تو تیتراژ نوشته. حالا با این بدبختا چه مشکلی داشتن حذفشون کردن ما نمیدونیم. این ویدیو هم تموم شد. دلانگیزا شما بگید سریال ایرانی مورد علاقتون چیه؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما تو کامنت ها بگید که پارت بعدی رو هم براتون بسازیم. اگر موضوعی هم هست که دوست دارید دربارش براتون ویدیو بسازیم تو کامنت ها بهمون بگید. مرسی از اینکه همراهمون بودید. فراموش نکنید برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، کانال دانستنی روز رو همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما باخبر میشه. 2 تا ویدیو قبلی ما رو هم ببینید چون مطمئنم خوشتون میاد. فعلا تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار.